سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، برادران و مخلصان عزیز، امروز به شما یک آزمون را پیشنهاد میکنیم. این آزمون خواندن سوره اخلاص می باشد. چون که با ما معلوم است بعضی از برادران بلاگر که به بازی های قمار لتری دعوت کرده ایستادند و در باره حرام بودن این بازی ها ما دو نوار کردگی هستیم. در آمده بینید نوارهای ما را در اینجا میگذاریم. در آمده بینید که با دلیل های قرآنی ما آنها را انیخ کرده گفتیم که بازی حرام است و هیچ یک مسلمانی با ایمان باید به این کار دست نزند، چون این مثل خوردن گوشت خوک و مثل نوشیدن شراب حرام است. به همین سبب ما یک آزمون حلال اعلان کردیم که این هم خواندن قرآن کریم می باشد. مرحمت کسانی که میخواهند در این بازی اشتراک کنند، شرطها چنین است: یکم که باید مرد باشد، سن و سال محدودیت نیست، سوره اخلاص را نوار برداری کرده و این نوار را یعنی ویدیو را در نامری واتساپ ما حی میکنید. انشاءالله ما همه این نوارها را جمع کرده با حافظان قرآن همشان را دیده میبراییم و کسانی که جای یکم و دویم سیوم را میگیرند از ما تحفه میگیرند. و تحفه چیست حاضر به هیچ کس نمیگویم، انشاءالله بعد معلوم میشود که تحفه چیست. ما میخواهیم که این آزمون فقط در راه رضای الله و برای خاطر الله باشد. مرحمت به این نمرهای واتساپ ما ویدیوهای خود را فرستید. انشاءالله ما همه ویدیوها را دیده و جای یکم دویم و سیوم را مکافات میدهیم. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.